فلجأ الى من بیده الهدایه. پس لجوع کن، بازگشت کن، مراجعت کن به آن ذاتی که هدایت در دست اوست. و اظهر له حاجتک و فقرک، حاجت خود و فقر و محتاجی خود، کمبغلی خود را در نزد او اظهار کن. پروردگار ما به تو احتیاج داریم. حضرت موسی وقتی که از فرعون و از دولتش گریختند به مهاجرت، وقتی که از حدود مصر بر آمدند و به حدود مدین در آمدند، به دیگر کشور در آمدند، در زیر یک درخت، در زیر یک سایه نشستند. نه طعام دارند، نه شراب دارند، نه خانه دارند، نه یگان نزدیک و شناس دارند در این کشور غریب و بیگانه. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا به هر چیزی که تو از خیر نازل میکنی من محتاج هستم. کمک نگذشته 2 دختر آمد، کمک نگذشته اون 2 دختر پدرش به مهمانی فریاد کرد، این 2 دختر خانه‌دار کرد. یک بار 2 خواهر گرفتن. در شریعت آنها اجازت بود 2 خواهر گرفتن، در شریعت ما نه، لیکن در امت آنها حلال بود. یک بار 2 خواهر خانه‌دار شدن، 2 دختره. پدرش هم آدمی بزرگ بود. خانه‌دار شدن، خانه دارن، جای کار دارن، 2 همسر دارن. برای چی؟ برای اینکه به الله مناجات کردن، به خاطر الله هجرت کردن. پروردگار من به نیکی های تو محتاج هستم. برای همین مصنف الله تعالی محافظت کند. استاد ما را میگن که حاجت خود را و فقر خود را به الله تعالی اظهار کن.